میشه لطفاً آموزش پیچک گاز رو بذارید؟ رو چشم خوشگلم، بیا که 3 سوته یادت بدم. احتیاج داریم به 2 تا دایره به قطر 13 و 9 سانت. از دایره بزرگتر 2 تا پارچه در بیارین، ترجیحاً با طرح و رنگ مختلف که درو بشه. حالا دور تا دور یکی از دایره ها رو نوارکتان میدوزیم و اولش رو اینطوری تا میزنیم. موقع دوختش هم اصلا نکشینش. بعد که دوختین رو به روی پارچه ها رو میذارین روی همدیگه، دور تا دورش رو میدوزین، به جز یه قسمت رو باز میذارین واسه برگردوندن کار. اینجای کار اتو کشی هم فراموش نشه. حالا به همین صورت که میبینین مرکز دایره رو پیدا میکنید و علامت میزنید. میریم سراغ اون دایره کوچیکتری که اول کار در آورده بودیم. مرکز اونو هم پیدا میکنید، میذارید روی مرکز دایره‌مون و دور تا دورش رو با خودکار یا صابون خیاطی علامت میزنیم. بعد به فاصله 1 سانت یه دایره کوچیکتر داخل اون دایره رسم میکنید. دور تا دور دایره کوچیکتر باید کامل دوخته بشه. دایره بزرگتر هم همینطور، به جز یه قسمت رو باز بذارید برای رد کردن کش و انتهای کش رو هم بدوزین. قسمت باز مونده رو هم پس دوز کنید یا میتونید با چرخ دوخت انجام بدید. به همین آسونی پیجمو فالو کن که اگه فالو نکنی کلی آموزش خوب از دست دادی.